سلام، به این پارت از لحظه به لحظه خیلی خوش اومدین. بدون معطلی بریم که شروع کنیم. ما تا اونجایی پیش رفتیم که زیگموند فروید به دنیا آمد. زیگموند و مادرش یه هفته توی اتاق استراحت کردن، مهمونا میرفتن و میمدن و واسهشون هدیه میآوردن. توی رسوم یهودیا روز 8 فرزند پسرشون رو ختنه میکنن. اون روز هم رسید و یه جشن کوچیک هم گرفتن. اون زمان بچه‌هایی که تازه به دنیا میمدن خیلی زود از تب و سرماخوردگی میمردن. به خاطر همین خانواده خیلی حواسش بود. پدر موقعی که میخواست بره بخوابه شبا دست میکشید رو سر فرزندش و میدید که تب داره یا نداره. آمالیا هم مادر فروید هر شب چند بار بلند میشد و فروید رو چک میکرد. آمالیا یه مادر خیلی حساس و مضطرب بود. کافی بود که فروید به یه چیزی حساسیت خیلی کوچیک نشون بده که سریع بیاد وسط و همه چی رو کنترل کنه. مثلا اون موقع خیلی رسم بوده واسه بچه‌ها آهنگ میخوندن، یه جور دعایی که شبیه شعر بود میخوندن، کلا از این آوازها و اینا خیلی زیاد میخوندن. کافی بود که یکم به صدای زیادش فروید حساس بشه، سریع میومد همه چی رو آروم میکرد. یا وقتی فروید کم بزرگتر شده بود میذاشتش زیر پنجره تا نور آفتاب بهش بخوره. فروید که یکم حساسیت نشون داد سریع اومد پرده گرفت زد اونجا، یه پرده نازک، و اون نور رو ملایم کرد. و این توجه‌های بیش از حدش یه دلبستگی افراطی بین خودش و فروید به وجود آورده. یادتونه گفتم آمالیا وقتی باردار بود شکمش رو با انواع روغنا ماساژ میداد؟ دقیقاً همین کارم با فروید میکرد، بدن فروید رو با روغن‌های مختلف ماساژ میداد و فروید از این کار خیلی لذت میبرد. تازه از لباسای مامانش که از پشم محلی بودن خیلی خوشش میاد، با اونا بازی میکرد. به خاطر همین آمالیا تن خودش هم لباسای نرم و نازک کرد، تن خود فروید. آمالیا حواسش به همه چی بود. مثلا یه روز وارد اتاق شد، دید اتاق کم بیروحه، رفت کلی پارچه رنگی گرفت آورد گذاشت دور گهواره فروید و اینا و همه چی رو یه رنگ تازه بهشون داد که فروید یه وقت بچه است دلش رنگ میخواد تامین بشه اون رنگش. یکی از موضوعاتی که وجود داشت و آمالیا رو خیلی تحت تاثیر قرار میداد شرایط اقتصادی خونه بود که خیلی بهش استرس میداد. بعضی وقتا شب بلند میشد بلند گریه میکرد، اصلا کلا بهش تنش بیشتری میداد دیگه. از اونور پدر خانواده خیلی آروم بود، مثل همیشه کتاب میخوند، کتابای فلسفی مذهبی که داشت، اما این سری فرقی داشت. فروید هم کنارش بود و با صدای بلند میخوند که فروید هم بشنوه. واسه شعر میخوند یا بعضی وقتا مینواخت. جیکوب با فروید کلی بازی هم میکرد، بازی با دستاشون، صداهای مختلف و اینا. حتی توی یکی از این بازی‌ها فهمید که فروید از لمسای تکراری و آروم خیلی خوشش میاد. همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم جیکوب از همسر قبلیش 2 بچه داشت. خب اینا به تبع به نوزاد تازه وارد حسودی میکردن، اما جیکوب سعی داشت که تعادل رو برقرار کنه. هر وقتم که اینا نزدیک فروید میشدن میخواستن منم باش بازی و اینا کنن، هم آمالیا هم جیکوب حواسشون بود که فروید اصلا احساس ناامنی نکنه. یکی از مهمونای همیشگیشون هم خواهرای جیکوب بودن که میومدن سر میزدن و بعضی وقتا هم با فروید بازی میکردن. زیگموند به تماسای چشمی خیلی واکنش نشون میداد و تو شبایی که بارون میومد خیلی آرومتر میخوابید. گفتم در جریان اینم باشید. زمان میگذره. الان فروید 1 سال و چند ماهشه و آمالیا از یک سری نشونه ها مثل عقب افتادن عادت ماهیانش، خستگی های مداومش، حالت تهوع و سرگیجه های سر صبحش و همینطور این حساس شدنش به بوها فهمیده که بارداره. کم کم همه اون مراقبت‌ها و حساسیت‌های دوره بارداری برگشت. آمالیا دیگه غذای سالم می‌خورد، چیزای سنگین بلند نمی‌کرد. از اونور خیلی بیقرارتر شده بود، شبا نمیتونست بخوابه و همین باعث تغییر توی خلق و خوش شده بود. فروید هم متوجه این تغییرات شده بود، توجه مامانش بهش کمتر شده بود و خیلی بیتابی می‌کرد. 9 ماه گذشت. بعد یه شب سخت بالاخره پسر دوم آمالیا و جیکوب به دنیا آمد. اسمش هم گذاشتن جولیوس. البته آلمانیا یولیوس و یه ذره آمریکایی‌ها هم بهش جولیس هم میگن، یعنی همش درسته. فروید خیلی به مادرش وابسته بود و الان دیگه توجه مادر بهش خیلی کمتر شده بود، به خاطر همین حسادت میکرد. مثلا وقتی که آمالیا میخواست به نوزادش شیر بده گریه میکرد، میگفت منم بغل کنید، یا وقتی میخواست بازی کنه پر سر صدا بازی میکرد که توجه ها رو به خودش جلب کنه. 6 ماه به دنیا آمدن جولیوس میگذره که یه شب تب میکنه. اول فکر میکنن سرماخوردگی ساده است، اما بعدا نفس تنگی میگیره و کم کم دیگه نفس نمیکشه. اتاق تو سکوت فرو رفته بود.
مادر گریه میکرد و نوزاد دیگه تکون نمیخورد و فروید به همه اینا نگاه میکرد. آمالیا هفته ها تو شوک بود، گریه میکرد، لباسای بچه‌شو بو میکرد و فروید هم دیگه فهمیده بود که خونه اون شادی اولو نداره و خب این اولین تجربهش با مرگ و غم عمیق بود. زمان میگذره. زیگموند فروید الان 3 خورده سالشه و شرایط زندگی از همیشه برای خانواده سخت‌تره و جیکوب دنبال یه راه و یه فرصت جدید میگرده و کم کم تصمیم‌های سختی گرفته شد. مهاجرت به جایی که فرصت‌ها و زندگی بهتری در انتظارشونه. یک روز چمدون‌ها بسته شد و خانواده سفر جدید رو شروع کردن. اونها به سمت لایزینگ حرکت کردن. اگه دارم اسم شهر رو اشتباه میگم واقعا معذرت میخوام. یه خونه کوچیک و گرم پیدا کردن و اینجا نقطه شروع ارتباط‌های جدید بود. فروید دیگه الان خیلی بزرگتر شده بود و کنجکاوی و سوالاش تمومی نداشت. تو خونه گاهی نقاشی میکشید و آمالیا واسش داستان تعریف میکرد. بعضی وقتا هم میرفت توی محله و با دوستایی که تازه پیدا کرده بود بازی میکرد و خیلی سریع زبان و لهجه محلی رو داشت یاد میگرفت. فروید دیگه الان حدوداً 4 ساله شده بود که خانواده تصمیم گرفت اونو ببره به کیندرگارتن یا باغ کودک. البته همون پیش دبستانی و آمادگی خودمونه دیگه، هرچی میشه اسمشو گذاشت، آمادگی قبل از دبستان، قبل از ورود به مدرسه، هرچی. اونجا به بچه‌ها خوندن نوشتن مقدماتی، دین، اخلاق و زبان یاد میدادن و گاهی هم باهاشون بازی میکرد. فروید استعداد زیادی توی یادگیری زبان داشت و همینطور بازی‌های فکری و خلاقانه هم خیلی خوب انجام میداد. به خاطر همین توجه مربی‌ها رو به خودش جلب کرده بود و مورد تشویق قرار گرفته بود. 1 سال میگذره. الان فروید دیگه 5 سالشه و آماده شده که بره مدرسه. اینم دومین پارت از لحظه به لحظه زندگی زیگموند فروید. امیدوارم دوست داشته باشین، منتظر ادامهش باشین و خدا نگهدار.